رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در مکه المکرمه دعوت میدادن. ابی بن لعیط گرفت چادری را در گردن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم انداخت، همون تو فشرد که نزدیک بود که به شهادت برسانه. با ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خبر میرسه، میگه که دوستت را میخواهند به شهادت برسانند. ابوبکر صدیق همون تو میای حرکت میکنه، بالای از اونا بالای مشرکین خدا پرت میکنه و رسول الله را از اونا بچ میکنه، دفاع میکنه از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. در جان ابوبکر صدیق میچسبه. ابوبکر صدیق با صدای بلند میگوید، چی میگه؟ میگه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، آیا مردی میگوید که رب ما الله سوره شما به قتل میرسانید؟ نحن قوم وقود، نحن روح الشهيد حزبنا.